سلام، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. من رومینا هستم، مربی پیلاتس مت و ریفورمر. تمرین امروز اما پیلاتس نیست، یک تمرین قدرتی با کش و یک جفت دمبل. دمبلمون نسبتاً باید سنگین باشه. دمبل من 2 کیلوییه به خاطر اینکه میخواستم با لباسم ست باشه، ولی من اصولاً این تمرین رو با دمبل 3 یا 4 کیلو انجام میدم. بستگی داره که توانتون چقدر باشه و چه دمبلی تو خونه دارین. هر چیزی که دارین از همون استفاده کنین. خب بریم شروع کنیم گرم کردن. دستا رو آروم شروع میکنیم چرخوندن. 1 2 شکم منقبض، 3 4. تمرین امروزمون بیشتر دست، سرشونه و باسن هست و البته که شکم هم داریم. دست رو برعکس بچرخونین. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. عالی. پاها رو بازتر از عرض لگن میذاریم. دست ها از طرفین باز و کشیده. یک خم میشیم، قشنگ یک دست رو میرسونیم به مچ پای مخالف و بالا وسط. سمت مخالف. 2 3 4 5 6 7 و 8. عالی. همین رو نگه میداریم. حالا از پهلو خم میشیم، یک دست رو میبریم بالای سر، کاملا میکشیم پهلوها رو. 1 2 3. همیشه یادتون باشه بهترین راه گرم کردن اینه که بدن رو تو تمام جهات حرکت بدیم، یعنی پهلو، جلو، عقب. و آخری. عالی. میریم سر متمون وای میستیم، خم میشیم، دستا رو میذاریم زمین، با دست قدم زنان میریم جلو توی پلنگ و دوباره قدم زنان میایم بالا. 1 2 3 4 5 6 7 و آخری 8. عالی. حالا کشمون رو میندازیم توی پامون و میاریم بالای زانو. کشم هم با لباسم ست کردم و دمبلا رو برمیداریم. خب میریم جلو بازو و پهلوی باسن. یعنی چی؟ یعنی یک بار دستا رو از جلو میارم بالا. فقط حواستون باشه یک ذره آرنج خم باشه، آرنج قفل نشه. دست پایین، اسکوات و پای چپم رو به پهلوی چپ باز میکنم. دیگه باسم بالا نمیاد. میام وسط و بالا دوباره جلو بازو. اسکوات، پا از پهلو، پا جلو. اوکی؟ خب پس بریم. تازه از الان شروع میکنیم. دست از جلو، اسکوات، پا از پهلو، وسط. 2 3 4
5 6 تا دیگه داریم. اگر دمبلتون سنگینه فقط دست چپ رو بیاریم بالا. 7 8 9 10 2 تای دیگه 1 و 2. عالی. وسط بمونیم و ضرب بزنیم پایین. 1 2 3 4 5 6 7 8 وسط و بالا. خب برای اینکه یک کمی به دست استراحت بدیم یک ذره میریم توی یه اسکوات نیمه و میریم پشت بازو. پای راستم رو میذارم عقب، دستا رو میکشم پشت، وسط، پای چپ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 تای دیگه 1 و 2. عالی. بریم سمت مخالف. دوباره دستا رو از جلو میارم بالا، جلو بازو، اسکوات. پای راست به پهلوی راست باز میشه، وسط و بالا. 2 3 4 5 6 7 8. اگر اون طرف رو یک دستی رفتین این طرف هم فقط دست راست رو میره. 9 10. 2 تای دیگه 1 و 2. آخری رو میمونیم و ضرب میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 وسط و بالا. خودم بغل پاهم داره میسوزه. دوباره بریم پشت بازو. یک اسکوات نیمه، پای راست عقب، هر 2 تا دست رو میکشم پشت، صاف میکنم. پای چپ عقب. 2 شکم منقبض. 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 تای دیگه 1 و 2. عالی. خب شما یه نفس بگیرین، یه قلوب آب بخورین. تا دارین استراحت میکنین من حرکت بعدی رو توضیح میدم. حرکت بعدی دست از پهلو باز میشه، ولی پا رو ببینین کلن یک قدم عقب میذارم، زانو کنار زانوه. یعنی نگاه کنین زانوتون کنار هم باشه، نه پا عقب‌تر باشه نه پا جلوتر. زانو کنار زانو، یک کوچولو از هم فاصله میدین. این دفعه دست ها رو میخوایم بریم سرشونه از پهلو. این دفعه دست از پهلو نمیارم، از جلو هم نمیارم. دست یه جایی، یک زاویه این وسطه. خب یک بار دست میاد بالا، زانوها رو خم میکنم و دمبلم میرسونم به زمین.
دوباره میام بالا، دوباره دست و دوباره زانوها رو خم میکنم، میشینم عقب و میام بالا. اوکی؟ خب شما استراحتتون رو کردین. بریم سر پنجه پای چپ عقب، بالا تن صاف، شکم منقبض، دست ها بالا. 1 2 3. حواستون باشه وقتی زانوها رو خم میکنین زانوهاتون به هم نچسبه. 4 5 6 7. یک ذره آرنج خمه. 8. اگه آرنجتون قفل باشه دیگه روی سرشونه کار نمیشه. 9 10. دوتای دیگه. 1 و 2. ببخشید مجبور شدم یک پاز وسطش بدم. خب حرکت بعدی برای اینکه بین دوتا حرکت یک فاصله بدیم، دوباره یک ذره باسن رو خم میکنم، پای دست ها رو میارم جلوی سینه، یک کوچولو آرنج خم، پای راست رو میذارم عقب، دست ها رو از پهلو باز میکنم. پای چپ. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. این 10 تا کافیه، بیشترش نمیریم چون خیلی فشار روی عضلات پشت زیاده. حالا میریم سمت مخالف. پای راستم رو سر پنجه رو میذارم عقب، زانو کنار زانو، پاهای کوچولو از هم فاصله. دست ها رو 45 درجه میارم بالا و پایین. 1 2 3. حواستون باشه زانوهاتون به هم نزدیک نشه. 4 5 6. کاملا فشار باید بیفته روی باسنتون. 7 8 9 10. دوتای دیگه. 1 و 2. آخری. عالی. دوباره میرم دستا جلوی سینه، پای راست عقب، دست از پهلو، پای چپ عقب. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. اگر دمبلتون سنگینه این حرکت و تعدادش رو کمتر بریم. عالی. خب بریم آخرین حرکت های ایستاده و بعدش میخوابیم به پشت. از این بریم. خم میشم، دستا رو میذارم روی زمین، زانوها خم. اگر میتونین جفت پا میپرین عقب، جفت پا جلو، میایم بالا، دست میره بالای سر. اگر نمیتونین پا رو تک به تک عقب، تک به تک جلو، دست بالای سر. بریم. 1 2 3. حواستون باشه وقتی میپرین عقب کمر رو اینجوری نکنین، یه کوچولو زانوها رو خم نگه دارین. 4 5 6 7
8 9 و 10. عالی. دمبلا رو بذارین، کشتون رو ببرین دم مچ پاتون و بریم روی 4 دست و پا. ولی قبلش یه کودک بریم، یه نفس بگیریم. عالی. میخوایم بریم پشت رون و داخل رون. یه چیزی که جالبه بدونین اینه که اگر میخواین برای عضلات داخل ران کار کنین، خیلی تمرین عالی براش کار کردن روی همسترینگه. دلیلش رو حتما توی اینستاگرام میگم. پای راستم رو میبرم عقب. ببینین کش دقیقاً دم مچ پامه. خب پا رو میارم بالا و ساق پا رو میبندم، باز دوباره میذارم روی زمین. پا بالا، ساق پا بسته، پایین. اگر نمیتونین با کش بدون کش برید. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. بریم پای مخالف. 1 2 3 گردن توی شونه فرو نره. 4 5 6 7 8 9 10. کش یکم حرکت میکنه، خودتون رو سر حرکت کش اذیت نکنید، مهم نیست، همچنان فشار خواهد اومد. بریم پوشاپ. پوشاپ عزیز. دست ها به اندازه عرض سینه باز، بازوها چسبیده به سینه، شکم منقبض، سر بالا نیست، سر پایین. آرنجا رو به پشت خم میکنم و سینه و شکم رو به زمین نزدیک میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. عالی. یک کودک بریم. یک بار دیگه بریم پشت رون. پای راست. 1 خیلی اومد بالا دیگه. 3 4 5 6 7 8 9 و 10. عالی. بریم پای مخالف. 1 2 شونه از گوش دور. 3 4 5 6 7 8 9 و 10. عالی. یک بار دیگه بریم پوشاپ. شکم منقبض،
شونه از گوش دور، آرنجا به پشت خم میشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. عالی. یه کودک بریم. کشتون رو در بیارین و بچرخیم به پشت. کش رو میذاریم کنار، دیگه با کش کاری نداریم. بریم یکم شکم و تمرین امروزمون رو تموم کنیم. دمبل توی حرکت‌های شکم بهتون کمک میکنه. دست ها کشیده دمبل رو بگیرین توی دستتون. اگر دمبل سنگین دارین 5 کیلو یا 4 کیلو یک دونه دمبل رو هم اینطوری بگیرین توی دستتون، عالیه. نمیخواد 2 تا 5 کیلو یا 4 کیلو بگیرین توی دستتون. شکم رو منقبض میکنم، استخوان شرمگاهی به سمت ناف و کل پشتم رو میذارم روی زمین. کف پا رو میذارم روی زمین، کف دست به سمت جلو، به سمت زانوها، سر رو میارم بالا و دمبل رو میرسونم سر زانو و دوباره میخوابم. دم با بازم، شکم منقبض. 2 بازدم، 3 4 5 6 7 8 9 10. بریم 4 تای دیگه. 1. اگر فکر کردین این دفعه با 8 یا 10 تا سرشو گرد میکنم، اصلا. 2 تای دیگه و آخری. عالی. خب دمبلا رو میذارم روی زمین کنارم. ببینید حتما این دمبل رو اینطوری دستتون نگه دارین، خیلی بهتون توی این حرکت کمک میکنه. یک پا رو میارم داخل شکم روی تیبل تاپ، کمرم رو به زمین فشار میدم. خب شکم رو منقبض میکنم و اون یکی پا رو هم میارم کنارش. حواستون باشه کمر بلند نشه، کمر چسبیده به زمین. دم میگیرم، با فشار دمبل روی زمین لگنم رو از روی زمین بلند میکنم. دم با بازدم استخوان شرمگاهی رو بچرخونین به سمت ناف، اصلا خودش کم کم بلند میشه. 2 3 4 5. حالا سعی کنین بیارین بالاتر، یعنی انگار که زانوتون رو میخواین برسونین روی سینه. 6 بازدم، 7 بازدم، 8. حواستون باشه زیر سرتون کلیپسی چیزی نباشه. 9 زیر سر صاف صاف راحت روی زمین بذارین. 10 2 تای دیگه. 1 و 2. عالی. حالا حرکت بعدی و بعدش این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم. دست کشیده جلوی صورت میخوایم بریم رول آپ. پاها رو به زمین فشار میدم، سر پنجه ها رو به سقف، دم میگیرم و با بازدم چونه رو میدم توی گودی گردن و بلند میشم، دست رو میرسونم به جلو. دوباره کمر رو گرد و میخوابم به پشت.
با بازدم. حالا وقتی میام بالا میشینم آرنجا رو به پهلو خم میکنم، دوباره دست جلو، کمرم رو گرد میکنم، پشتم عین کمان میشه و میخوابم. چونه توی گودی گردن، انگشت پا رو نگاه میکنم، میام بالا، آرنجا خم، انگشت پا رو نگاه میکنم، دوباره میخوابم. 2 3 همیشه 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 انقباض شکم با بازدمه. 4 5 6 7 8 2 تای دیگه 9 و 10. عالی. حالا میخوایم این حرکت، 2 تا حرکت آخر رو با هم ترکیب کنیم. چجوری؟ پا رو میارم بالا، خب زانو رو میرسونم روی سینه 3 بار. 1 2 3. پا کشیده، دست کشیده، میام بالا. این یکی فقط 1 بار. دوباره میخوابم، دوباره پا رو میارم توی شکم. 1 2 3 و بلند میشم. بریم. 1 2 3. اگر میخواین میتونین بدون دمبل بلند شین، دمبل رو بخوابونید، دست کشیده و بلند شین. دوباره میخوابیم، دمبل رو میگیریم توی دستمون. 1 2 3 4 تا. آخری. 1 2 و 3. عالی. دمبلا رو بذارین روی زمین، پا رو یک لحظه بیارین داخل شکم، سر رو به زانو نزدیک کنین، سر پنجه پا رو بگیرین، بکشین، پا رو باز کنین. عالی. این دیگه حرکت آخره، قول میدم بعدش دیگه تمام سرد میکنیم، ولی این گل سرسبدمونه. کف پای چپ روی زمین، پای راست کشیده. ببینید اول سرمو میارم بالا، کمرمو که بلند کردم، پا رو میارم توی شکم و میخوابم، پا کشیده، کل بدن روی زمین با 12 2. اول بالا تنه میاد بالا. 3. اگر اول پاتون رو بلند کنین اصلا نمیتونین بلند شین. 4 5 6 7 و 8. پا رو میذارین روی زمین، یک دمبل رو بر میداریم، میریم روی فشار شکم و میریم پهلوی راست و پهلوی چپ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تای دیگه. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. عالی.
دوباره میخوابم روی زمین، دمبل رو میذارم کنار. ببخشید، میریم پای مخالف. کف پای چپ رو میذارم روی راست رو میذارم روی زمین، پای چپ کشیده، بالا تنه رو بلند میکنم و بعد پای چپ رو میارم توی شکم و دوباره همه روی زمین. 12 2 12 3 4 5 6 7 و آخری 8. پا رو روی زمین، دوباره دمبلم رو برمیدارم، میرم توی فشار شکم و میرم پهلوی راست و پهلوی چپ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 و 1. عالی. کف پاها رو بذارین روی زمین، یک کشش خوب بریم. هم میتونید سر انگشتای دستتون رو به طرفین باشه، هم میتونه به داخل باشه. من میذارم به طرفین چون فقط میخوایم کشش بریم. پاها به اندازه عرض لگم باز و بازتنم رو بلند میکنم، شونه هام رو باز میکنم و بازتن رو میکشم بالا و نگه دار. 1 2 3 4 5 و آروم بیا پایین. عالی. همین رو میشینم به شکل پای مرمید. دست چپ روی مچ پای چپ، از پهلو قشنگ میکشم خودمو. دستم رو میذارم روی زمین، دست راست رو. خب دست چپم رو هم میذارم و این پایی که جلوه رو کاملا میچرخونم میارم زیر شکمم. همین رو تبدیلش میکنیم به پای کبوتر و آرنجا رو میذارم روی زمین. خیلی آروم لگنتون رو یه چرخش ملایم بدین. سعی کنین که باسن رو از راست به زمین نزدیک کنین. کف دستم رو میذارم، برمیگردم وسط، مچ پای چپ رو یک بار دیگه میگیرم، قشنگ میکشم بدنم رو. عالی. و جای پا عوض. پای چپ رو میارم جلو، پای راست از بغل خم، دست راست مچ پای راست، دست چپ رو از پهلو میکشم. دست ها رو میذارم روی زمین، لگن باسن رو میبرم به سمت سقف، پای پشتی صاف کشیده روی زمین. آرنجا رو میذارم. دوباره میام بالا، دوباره همون رو میشینم به عقب، دست راست مچ پای راست از پهلو میکشم. کف پاها رو به هم میچسبونم، کف پا رو میگیرم و سعی میکنم نافم رو به کف پام نزدیک کنم و زانوها رو به زمین همینطور نزدیک بازش کنین. اجازه بدین لگنتون باز بشه، پشت گرد نشه.
اگر حرکت رو درست انجام بدین کشش خیلی خوبی باید داخل رونتون احساس کنین. عالی. 4 زانو بشینین، دستا رو ببرین بالا، یک دم خوب بگیرین. با بازدم دستا رو بیارین جلو، میتونین بذارین پشت زانوتون. قشنگ پشتتون رو، تمام ستون فقرات رو از پشت بکشین گرد گرد، کتفا رو از هم دور کنین. یک بار دیگه دستا رو میارین بالا، دم میگیرین. با بازدم دوباره پشتتون رو گرد کنین، اجازه بدین تمام خستگی پشت در بره، سر پایین. و ممنونم که با من همراه بودین. تا تمرین بعدی، خداحافظ. خسته نباشید.